بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی، در این ویدیو ما میخوایم به شما نشون بدیم که چگونه مختصات قطبی، نقاط که در مختصات قطبی هستن، به چه شکلی ما نشون بدیم. برای مثال فرض کنید ما آرمون 2 باشه و تتایی هم که انتخاب میکنیم به عنوان مثال پی دوم باشه. چون پی 3.14 هست تقسیم بر 2 میشه 1.57 رادیان. زاویه رو بر حسب رادیان نوشته. در حسب درجه میدونیم 90 درجه هستش. حالا اگر من از این نوار لغزنده استفاده کنم، ابتدا زاویه‌مون از محور قطبی اندازه‌گیری میشه اضافه میشه، میرسه به چی؟ به 90 درجه که رسید. یک نیم خطچیندار اینجا رسم میشه که اون در حقیقت جهتی رو، مسیری رو نشون میده که برای آرهای مثبت هست. حالا ما آرمون اگر مثبت باشه پس در همین جهت چیه؟ اگر لغزنده رو حرکت بدیم آرمون اضافه میشه تا برسیم به چی؟ برسیم به مقدار 2. وقتی به 2 رسیدیم این نقطه میشه نقطه 2 و 1.57 رادیان یا 2 و پی دوم یا 2 و 90 درجه. حالا ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم آرمون رو تغییر بدیم. این دفعه آرمون رو مثلا مقدار منفی بدیم، مثلا آر رو بدیم منهای 1 و تتامون رو باز یه مقدار مثبتی بدیم، مثلا بدیم پی سوم یا 60 درجه. حالا اگر نوار لغزنده انتها باشه که بلافاصله اون نقطه رو برای ما مشخص میکنه که نقطه منهای 1 و 1.5 بود. اما اگر نوار لغزنده رو از سمت چپ حرکت بدیم، زاویه اضافه میشه تا برسه به 60 درجه. در 60 درجه چون آر منفی هست، ما در خلاف جهت نیم خطچیندارمون در خلاف جهت هست. بنابراین وقتی حرکت کنیم به این ترتیب میرسیم به نقطه منهای 1.5 رادیان. حالا میتونیم وضعیتی رو در نظر بگیریم که آرمون چی باشه؟ این دفعه آرمون مثبت باشه اما تتامون منفی باشه. مثلا آرمون 3 باشه، تتامون ولی چی؟ یک زاویه منفی باشه. مثلا فرض کن منفی 3 پی دوم یا منفی مثلا 270 درجه میشه. اگر به رادیان تبدیل بشه میشه منفی 4.71. حالا اگر باز نوار لغزنده رو حرکت بدیم، این دفعه ما در خلاف جهت عقربای ساعت حرکت میکنیم. تو موارد قبلی در خلاف جهت حرکت میکنیم. پس الان در جهت عقربای ساعت حرکت کنیم به اندازه 270 درجه. چون آرمون مثبت هست، در همون جهتی که نیم خطچیندار هست حرکت میکنیم به اندازه 3 واحد تا برسیم به اون نقطه مورد نظرمون. به اون نقطه که رسیدیم میشه نقطه‌مون نقطه 3 و منهای 4.71 رادیان یا 3 و منهای 270 درجه یا 3 و منهای 3 پی دوم. آخرین مورد اینه که هر دو مقدار منفی باشن، یعنی هم آر منفی باشه و هم تتا منفی باشه. مثلا آرمون منهای 2 باشه، تتامون هم چیه؟ تتامون هم مثلا منفی 3 پی دوم باشه. حالا وقتی انتر رو بزنیم اینجا و من حرکت بدم نوار لغزنده رو، ما به اندازه منفی 3 پی دوم اول حرکت میکنیم که در جهت عقربای ساعت هست. وقتی رسیدیم این دفعه چون آرمون منفی هست، اون نیم خطچیندارمون به سمت پایین هست به جایی که به سمت بالا باشه. بنابراین ما با ادامه حرکت دادن نوار لغزنده میرسیم به نقطه چی؟ نقطه منهای 2 و منهای 4.71. خسته نباشید. فعلا خدا نگهدار.